أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستای گران قدر و معزز و مکرم، با امید صحتمندی همگان شما، امروز انشالله قسمت ششم از درس ما هست و دعا به هیئت اجتماعی را ثابت می سازیم و استدلالی در این مورد از قرآن عظیم و شان در این درس می داشته باشیم با حواله 5 تفاسیر. امروز استدلال ما مبنی بر ای است که دعای اجتماعی ثابت هست و ای را ثابت می سازیم از تفاسیر. بعد فردا باز از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به اثبات دعای اجتماعی می پردازیم. این استدلالی را که پیش کردم سوره یونس است، آیه نمبر 89. موسی علی نبینا و علیه السلام وقتی که دعا میکنه وقال موسی ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم. به این شکل دعا میکنه موسی علیه السلام. در اینجا شما متوجه باشین، قال موسی دعا کرده، چی گفته؟ ربنا، ای رب ما. دعا را موسی علی نبینا و علیه السلام کرده. خود در ما بعد که میبینیم خداوند تبارک و تعالی چی میفرماید؟ قد اجیبت دعوتکما، خداوند دعای شما هر دو را قبول کرد. در ما بعد ضمیر تثنیه مذکور میشه در آیه بعدی، اما در اونجا دعا را تنها موسی علیه السلام کرده. ای است که تفاسیر مفسرین، رئیس مفسرین حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، تفسیر در منصور از بمرائمه مجلد 3 صفحه 594، در اینجا 6 روایت را بری آورده که موسی علیه السلام دعا می کرد و هارون آمین می گفت. و اخرج ابو شیخ عن ابی هریره رضی الله عنه. این روایت ابی هریره، اما اولا از ابن عباس رضی الله عنه را می خوانم. اخرج ابو شیخ عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله قد أجيبت دعوتكما قال دعا موسى، دعا می کرد موسی علیه السلام و امن هارون علیه السلام آمین می گفت. به این خاطر خداوند جل و علا اجیبت دعوتکما گفته. چرا؟ داعی، دعا کننده و آمین گوینده ای در دعا شریک می باشند. پس گویا امی کسی که آمین گفته ای هم دعا کرده باشه، چنانی که از نص معلوم میشه. ابو هریره رضی الله عنه می فرماید کان موسی علیه السلام اذا دعا، موسی علیه السلام وقتی که دعا می کرد امن هارون علی دعائه، آمین می گفت هارون علیه السلام بر دعایش، یقول آمین، می گفت آمین. قال ابو هریره صحابی جلیل القدر پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید و هو اسم من اسماء الله تعالی، این اسم از اسماء الله تبارک و تعالی است. یا به این شکل است که از اکرمه رضی الله عنه هم به می روایت است که موسی یدعو و یؤمن هارون. و یا به این شکل است که کعب قرظی رضی الله عنه می فرماید کان موسی علیه السلام یدعو و هارون یؤمن و الداعی و المؤمن شریکانی، دعا کننده و آمین گوینده شریک هستند. این روایت از عن ابن زید هم ثابت است، از ابی العالیه و ربیع هم ثابت است. این در منصور است، صفحه 594.
تفسیر دیگری که به دست دارم تفسیر جامع الاحکام القرآن، تفسیر قرطبی، مجلد 8 هست، صفحه 334. قوله تعالى قد أجيبت دعوتكما قال أبو العالية دعا موسى وأمن هارون فسمي هارون وقد أمن على دعاء داعيا. پس مسما کرده شد هارون علیه السلام، ای که به دعای موسی علیه السلام آمین میگفت، گویا داعی بوده، دعا کننده بوده. و التأمین علی الدعاء، آمین بر دعا چه قسم گفته میشه؟ ان یقول آمین، ای که آمین بگویی. پس این مسئله را بیان کرده. ای بود تفسیر قرطبی. تفسیر دیگری که به دست دارم بحر العلوم، تفسیر سمرقندی، مجلد 2 صفحه 109 هست. شرح بیشتری در این مورد داره، از جمله علامه بحر العلوم صاحب حنفی رحمه الله. امیر روایت که از محمد بن کعب القرظی دعا موسى وامن هارون وعن ابي العالية واكرمه وابي صالح مثله وعن ابي هريره مثله وعن انس بن مالك انه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله تعالى اعطاني خصالا ثلاثه. بازی مسئله را شروع میکنه، خب بعد به این که میرسه و اعطانی التامین، بعد امو یدعو موسی و یؤمن هارون، این مسئله را بیان میکنه. این بود تفسیر بحر العلوم. تفسیر دیگری که به دست دارم تفسیر نصفی است، مجلد اول صفحه 552 است. در ضمن همی آید کان موسی علیه السلام یدعو و هارون یؤمن فثبت، پس ثابت شد، ان التأمین دعاء، که آمین گفتن چی است؟ دعا است. فکان اخفاؤه اولا، اخفا خفیه خواندنش اولا است. دوستا اگرچه حنفی است، به این خاطر که به خاطر خفیه گفتن آمین بجهرم در نماز بعد از الحمدلله از آیت استدلال میکنه. همین جاست که ثابت میسازه که دعا فکان اخفاؤه اولا، اخفا اولا است. و معنای آمینی است که ان دعاؤکما مستجاب. به این شکل این تفسیر نصفی است. تفسیر دیگر زاد المسیر فی علم التفسیر، مجلد 4 است، صفحه 45. در اینجا هم امی مسئله را ذکر میکنه که ان موسی علیه السلام هو الذی دعا، موسی علیه السلام کسی بود که دعا کرد. فالدعوت له، دعا از برای موسی علیه السلام است. غیر انه لما امن هارون، مگری که هارون علیه السلام آمین گفت، اشرک بینهما فی الدعوه، شریک شدن در میان به دعا کردن. چرا؟ لأن التأمین علی الدعوه منها، تا آمین گفتن بر دعا از جمله خود دعا هست. پس این اگرچه ما بپردازم به تفاسیر، تفسیر مظهری، تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان، روح المعانی، همه مملو از این مسئله هست، مگر برای کسی که اندکی در وجود از او از انصاف چیزی بوده باشه، اونا میپذیرند که این مسئله ثابت است. و دعای اجتماعی دوستا ما جمع ما فوق واحد داریم، از یکی که بالا شد اونجا جماعت هم صورت میگیره، یعنی جماعت در جماعت میشه، یعنی جماعت مردم باشه. ببینید نماز فرضی با دو نفر جواز داره که جماعت بکنن. پس ما فوق واحد یک اجتماع است، جمع کردن، یک نفر دعا کنه دیگه کس آمین بگویه. اگر او افراد یکی باشه 10 باشه مشکل نداره. خو یک اعتراض کسی اینجا نکنه که خو اینال خداوند جل جلاله ما را امر کرده، پیامبر علیه السلام را امر کرده. مراجعه کنین به آیه 92 سوره انعام. در اونجا الله تبارک و تعالی وقتی که نام انبیاء علیهم السلام را در ما قبل مذکور میکنه، میفرمایه که فبهداه مقتده، پس پیامبر علیه السلام امر میکنه که به هدایت از او اقتدا بکو. ببینین در قرآن برای پیامبر علیه السلام خطابات به 3 قسم است. یکی از اوی قسم است که خطاب میکنه به رسول علیه السلام و مراد خود پیامبر علیه السلام هم می باشه و امت هم می باشه. در اینجا رسول علیه السلام
وقتی که مأمور قرار میگیره از جانب الله تبارک و تعالی تا ای که به هدایت انبیای قبلی ای اقتدا بکنه، پس ما به طریق اولا مأمور هستیم تا ای که به هدایت انبیای قبلی اقتدا بکنیم علیهم السلام. پس موسی علیه السلام کسی بود که شخصیت اولوالعزم نزد الله تبارک و تعالی است. پس به هدایت از او برای ما اقتدا لازم است و دعای اجتماعی به استدلالی که کردیم به مثبت از صحابه و به تفسیر صحابه از تفاسیر علما برایتان پیش کردیم. انشالله فردا استدلال از احادیث می داشته باشیم، احادیث قولی و فعلی پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد دعای اجتماعی. دوستا این دروس را انتشار بتین تا همگان بدانن. جزاکم الله خیرا. تصاویر را متوجه باشین. السلام علیکم و رحمت الله.